سلام علیکم دوستای نهایت عزیزم، امیدوارم جور سلامت باشین. دوستا کوتی سنگی زیر پول دیگه ببینید چقدر بی‌غبار است. ساعت ببینید، ساعت فعلا 8:30 است. باز می دیر باره کسی کنین خدا که خوب شست بازار دیگه قسم خواه سرخشم تمام چیز پیدا میشه اینجا. اما نظافت نسبت به دیگه شهرهای کابل نسبتا ضعیفتر است. هنوز چیز است، اکثر ریلاها رفته و فعلا کمی خالی شده خواه سیکن مردم رفته رو استن. باش که دوستو اون طرف پل برم یک ببینم چه حال داره دو طرفش. این رستورانت رو ببینیم، اینجا رو ببینیم. وی کم شده اینجا نفر خواه. ساعتای 7 بجه بیایی باور کو از اینجا تیر شده نمیتونی. از است موترها، از است ریله ها، از است کراچی ها، از است مردم بسیار زیاد بیر بارک میشه. دوستا شاید این بار آخرین ودیویم باشه از کابل جان و شاید فردا برم بخیر. بازم 100% معلوم نیست، دقیق نیست، میبینیم دیگه. اما ویدیو گرفته نمیتونم از این بعد. دوستا انا یک جوس بخورم خواه. امروز شما خداحافظی میکنم فعلا. اینا جوس بردن آمدم. اینا جوس کامل جان بخیر نوشجان کنم. عافیتون رو باشه. و دوستا نگفته نمانه و جایی که من زندگی کردم اینمی بود، بوستون پلازا. بسیار یک اتاق های خوبش و بسیار یک صحنه های آرام و راحت داره. چرا خوب معلوم نمیشه بوستون پلازا است خواه. بوستون پلازا این قسمتش خوب معلوم میشه، اما نسبتا قیمت است خواه. اینی سرکش است. باز پایینش هم مارکت دوا است. دوا فروخته میشه در اینجا، نه پایینش. اینه بخیر داخلش یک ببینین بسیار خوب، خیلی دلنشین است. اینجا نان میخوری. اینه دوستا بخیر رسیدم اتاقم و کم خسته شدم چون خیلی جاهای دور رفتم، گشت گذار کردم، چکر کردم و فعلا استراحت میکنم. بعدا کمی کار دارم. بخیر کارم تکمیل کرده خلاص کرده باز خواه میکنم. صبا بخیر. اگر از یک چیز اپروال می آمد، اگر از او اپروال آمد باز بخیر میرم طرفش برغان جوز جان. خب اگر احیانا نامد باز مجبور 2-3 روز دیگه می باشم. خب فعلا خدا حافظ همه شما.